بابا این وقتا مردن همی چی شده یک نمیموره رستاشون به می زیارت میگردم که یکی بموره یکی بیا قبری بیا بکنه نمیموره اما شما خودی از این مردم چکار کنم بیخی کشیدی کم شده نمیایم به سر می زیارت تا خدری بخورم که ما بتونم چریفی از اونا بکنم بسنم به خود خود رستاشو می قبر بشوری و قبر بشوری که بکن 10-20-50 سدی به گیر بیایه عدمی مرده خود نمیام مردم خبر نمیگیرم و عذاب این ستکه طلا بری سنگار میچون و نمیدارم خاک ریخته شه برو همینا آره بچه کوکو بگیم زیارته حالا با کجا میگی بچه کوکو بکنیم سعی کن هر جایی که فارغه بگو با من نشون دکم اینجوری بگم که بیا می بریم سعی آخی بیبی وصیت نکرده و کمر به بعلی برگون خوب سیر کنه خب حالا جا بمونده میگی اینجی خب برم اگه اونجا فارغ نبود جامعه دیگه میکنه گفت اینه دیگه الان وصیت نمیبود که به زیارت مدرسه کنه همین تا پر شده که حالا هر جا سعی میکنی جانیه تو نگاه کن هر جا سعی میکنی جانیه پیدا میشه دیگه من بیبی ما و تو هم یک قبل پیدا نمیشه یک تا پجا خوردی هم باشه پیدا میشه برای تو تا قبل بابو برای بیا کن تو بیا سعی کنی خدا بیامرز وصیت نکنه با خالی بابو خوب سیر کنه آره سکی قبل بابو ما اشتاق خیر افتمی پیانه نکن آره بیار بیار دیگه لغت نکن یک فاطه بده آره بچه کوکو سعی کن عالمی پالو بود دیگه جای نیه دیگه هر جا کسایی کنی میرقم یا اینجی یا او پالو او پالو هم که قبر دیگه مگر نمیشه که میگه دلی بکنیم من دست راست من نگاه بکنیم خوبه خوب گپه بیتین گپه عالمی جی بچه کوکو بیترین جایه من دست راست خوب جای همین جی بیترین جایه همین قبر بابو سکو تیار نکردیم همه تر برات کار اگه به فکر قبر بیبی خو هم نشیم که میته این هم تعمیر چند سال بعد راست میگی به خدا آخر همین قبرها گم خواهد شد که ما و شما بیایم همین مرده خور بلد نباشین که قبرها اینا به کجا باشه که بیبیر بزر کنیم قبر بابو هم تیار میکنیم خب صحیحه همینجا میکنیم صحیحه ها دیگه همین درسته دیگه جای میره دیگه چیکار کنیم بابو ما هم هسته همین لالا نمیشه که پس صدا کنی لالا یک دقیقه بیا تو اینجی ولی بیا اینجا ملنگی تو بیا لالا شما بیایی چی بایی به نظر من اینجا ملنگه بیا نور الله بیا بیای برارم خیلیاته خیریت برو بیبی یک عمر قرب شما بخشیده خداوند بیا مرده برارمه زنده باشی میگم هم یک قبرکانه برو بلد نیست که شما آره 10 تا قبرکانه ما بزیر میکنم برارمه بگیم کی مرده شما بیبی ما برو جو تو قبرکانی لالا حالا همین زیارت کلان به جمع منه برارمه خصیه برارم هم یک قبر برارم بکنیم که ما تا نمازدگر حداقل همین مرده خورور میداریم میاریم به زیر میکنیم قبر ما عاجل برار بکنیم بسیار صحیح برارم قبر میکنیم بیبی شما چند متر قطعی نه همین قطع استاندارد ما و شما چند متر اما دمی ما برار خور بگردم بیبی می 1 متر و 80 قطع 1 متر چندی باری بکنی 1 متر هم باری 1 متر هم باری 2000 روپیه حساب قبر کنی میشه 5000 هم حساب زمینی میشه برار جو تو تسبیار به دستا خو بسته که اینجا بیامدی 2000 روپیه حساب قبر کنی میگه میشه 5000 هم حساب زمین حساب قبر کندن تو صحیح یعنی که 2000 هم خله هم 5000 روپیه حساب زمین زیارت کی فروخته بوده تاله با مردم قبر میفروشم آنی برارم من با مثل ده خما تاله نشید من میگفه آنی بشنوی این مد نو شده بله این زمین برارم من بخریدم آنی زیارت تیار کردم هر کس که مرده خو میاره بزیر میکنه هموک داره که مایه داری و من میفروشم برارم خوشی مرده کنه گیری قبر همه شما ما میکنم مرده خورم بیاریم بزیر کنیم که خوش نیم دو بخریات شدی بکنیم که باید یعنی یک گوجه با شما با 5000 میفروشی یک گوجه با چی یک پنجی برابر پشت نخونی به 5000 بابا این نمیفهم بچه کاکایی نو پیدا کنه بابا من اینجا بابی شبر بعد به قبر بری و مفته ندادو این 13-14 سال پیش تو به کجا بدی؟ همون وقت من نبودم ولی حالی اینجا کار من بخریدم برارمه اینجا کار مفتیه خوشی کاکا بیاندی به خدا باره قبرکان دیگه میاره تو قبرکار خبر ما قبرکان دیگه میره میاره می پول بس میره می همین چیکار زیارت زمین زیارت کی فروخته تاله تو مردی کو بدون ازی که
5,000 روپیه به ما بدی. اگه تو با تا همین قبرستون بگیر کردی مقعر بر بگیر کنی. آره خلاص کاکا برو، تو نمیفهمی به عقل کمال نداری. برو بعد برو. ما قام داریم تو بیامدی 5,000 برو سلیت بگی که خدا واسه کاکا جون ولی مرده خو مفته بدی. این باران به سر خلقه بفهمیدی؟ اینجا به سر من صبح به سر تونه. من که مردو بیارم من همینجا قبل من بخرم نبگیر کنم. صبح بعد بیبی هم بخیر بماره. بیبی کنه کتاب نکن. من 99 سال پیش از من بگیر خاکا. برو بچه کاکا ما خبر کنه بیار دارم بیارم. اگه تو به تامی زیارم خبر کنه ورگی کو اگه به 4 تا نو به تاسر تو خودش تو معنی بیا جمعی نداری. برو کاکا به کاکا با دیگه این دیگه بیشتر سایید نیه. الان برای ما میریم به پیش ارباب منطقه معامله خو الله فصل میکنه میای قبل به خو میکنه. برو کاکا به پیش ارباب میریم من 4 جمعه تو قبل دست تو آزاد نوبت تمام همین منطقه دنگل میکنه که دیگه بشتریشه. این دیگه این دیالت هم بیشتر سایید نیه. برو کاکا برو چی میگم ما با پیش ارباب هم نمیریم پیش هیچ کس نمیریم یک قبر ما با میجیم خو میکنیم. تو نمیکنی ما خبر کنیم. اگه تو خبر کردی بدون ادی تا فاجعه خبر بیار مگر اینجا بیاری نه آقا خبر بیگونه را میگم مگر نه خود نمیکنه خود نمیکنه دیالت همین قبر کندن به زوره به رضای صاحب همین دیالت نرو از این چه شروع کنی تا دیگه سال قبر میتونی کنی یک صد قبر شما دو نفر هم نکن برانی قبر مساک و نبیری قربان کار خود کله گنده خود اندازی مانی سنگ میدنم که قبر تو جلوتر خود مبک بله یا چه تا مثل شما چه تا مثل شما من با این دیگه گیر کردم بله یا بخیر روزی باشه که تو هم به پهلو بیبی خوب برم بزر کنم به پهلو بیبی خوب قبر ببینم بسته کنه بیبی خوب ببینی بزر کنی خودی تریشا میرم بفهمید تو هم بخیر خوشی هیچ کس به این دنیا ماندگار نیام ما شما رو با پرش دو به خیلیاتشون میدیم برو کاکا خود کتیر کنه همین رقم از این معلومه که دوزیه حال من دوست بدینم به سر را منطقه به سر زیارتو شما دو نفری سکه دیمارچی و مفت بشه کاکا خدا تو حال ندیدم من گنده جون با خدا تمام دنیا میفیشه خوشی کچ بگی باید دیارم مدرش همین وقت بیم خدا بیام از وسیعت کرده به کبزی زیارت اگه نمه ازم قیافه تو خوش من نمیاد قیافه تو خوش نمیاد دقیقا گدا شل جنه میبینی سر کمی تو گنده جون لعمالی تو تاشون از عمر خود بزی زیارت ها توم کدی ملنگ و گدا چی فرق میکنه ساعت رحمت به گدا که سرکلی و از برو کاکا برو عمال سرمایمه تمام از زندگی شما داده تو خیرات گای بیستی بدی خیرات بدی جنجال نکنه بگیرم تو به مثل دایی خیرات میدی صعب کن گدا بدی من به تو سنی خیرات میدم صعب کن نمیسته تو باکه ممکن نزدیده بگی کاکا بگی بیا سدی ما تو به من دایی خیرات میدی من به تو سدی گدا بدی خیرات میدم من مای به داری پی خون کنه سکه دایی زیارت بیشتر صاحبه برو کاکا دست تو آزادم پیش ارباب میری با پیش هرکی میری برو ای جدا بقا بیشتر صاحبه یا که خودی کل کل خوامده یا که خودی تنیشتون خوامده و خدا نیم مگر یافت ریفیه بدی که اینجا مردی تو دافت که اما ریزید نکنی بیبی تونم بیبی میدازم آقابه بلیا اینجا روستاشو میمرده پاک صفا قبر تمام دیالت گل کریه اینا مفنیه اینا رو همون نظامات میکشن رادیو خیلی میگرو شه اون روز من این جگایم کاکا یک دقیقه و یک ساعت نبیکار نیم به این جارت فکر میکنم مفته بلیا صاحب خودتو هی سعی چی میگم به تو همین بزنم هم تا گوشت کم که سیودی دادم دوباره زمان جلو تو ها دست خو پایین که خودی من گاب زی سرقی سعی چی میگم به تو هی چی میگم به تو الا بزنم تو هم تا گوشتو کچاره نگو خدا رسید نانوتو مینزم جلو تو تو اشته برو برفتی گاب داری گفتی ببریم خواهی تو قبر بفروشیم تو به نفتا کنه و ریمه کسی پیده بده که قبر بفروشه خود گفتا گیلک بیکاری گفتا ما باید که بیکاری پول خرج زندگی خود نداره عجیبه بعد چند روز دیگه بید مونده برای که خود قبر بفروشیم بگیم اندازه تو نه کربو بردی گفتی گیلک دروغ نگفته ما گیلک گفته که بیا ما تو بیکاریم قرار بریم خواهی تو قبر بفروشه گردن من باشه باش عقل کمال نداره او عقل کمال بیشتر تو از این در میاری پیلار چوب کو گپ اضافی نکن میزنم تا گوشت میزنم میره روزی تخم مرغ جنگی میکنه
وزید از این رو پول در میاری برو گدایی کو برو در مجلس تا بشینه گدایی کو خود کجی خود کجیر ما میگم که برام دیگه خودت بگرده میگذارم دیگه خدای رسیدی که تو یک دیگه خود برام خود نبینم میفهمی چیکار میکنم همین تو بام بوکس بهم دان تو بزنم نه که مگه می دکتر نفهم که زنون تو بشسته خود دیگه ببینم خود برام خود تو زروقوان داره خودی حق بشه افغان که خواهی خانمه بکن برور تو خوده گفته اگه برای غربت بفرشی قابل بکنه دامید یا بخوبر تخمق جنگدم که خفلک سوارشیم مچم به میله بریم به ایدی برای بریم 4-5 روز ایده آن روز اشتانه خوبه بخیر سلامتی شکر زنده باشی میگم آن روز با خدا به شما بعده چیکار شد؟ آن این دفعه از شما میتونم خواهش میکنم که بعد به شما این بچه دیوانه خود تا کوچه جمع کنید چرا چیکار کردی؟ خدا ورسی گوش عادت یک نفر میتونه لات نخوره ای اما رو ما سامنجگار رو میتونه نزنم کلیرای به دیوار نوشتهش کمک چرا چی خاطری چیکار کرده برای شما؟ چیکار کرده؟ میگه چیکار بکنه؟ چیکار بکنه؟ اونا چیکار کرده؟ تو بگو ما نوروز این بچه شما بیاماده برام که جیر گپ داده خودی خبر دشه بفته به سر زیارت گفته بیا ما تو بریم قبر بفروشیم بچه مه ها میگو کسی نه شما پرسان کنه چی پرسان کنه ها چی پرسان کنه همون بچه مه دیوانیه سر بدی که پوا میشه مال خودت چی هست کلاب ما نوروز که جی برام خود گفته گلا گفت بیا بیکار دمیده خودت بریم قبر بفروشیم هم قبر میکنم قبر میفروشم قبر میشورم با خدا بعد به شما برو جو مردم عدس از دیوانه پس رو شما شکایت میاد حالا تو به چی نادن من چی خودت حالا اشتر کلاب کن ما به چی نادن این بچه شما بچه خودت شما کلون کردین بچه من دیوانیه سادیه سر به دیگه پوانه میشه برا تو گاب داده برا ما بفهمیدی برا ما خود سر به دیگه پا چی وا میشه جان برا کاری که تو میگی که میگه کجی گفته چه کار کرد کجی را ترس خود خوره بخم بچه من میندازون این کارو ما نورسه کنه نگن که دیوانیه اگه بچه شما دیوانه یک پنجی پولی به دست بدین پس از او بستونه سه کنه چه کار میکنه همین گیله که شما به خونه میایه کیسار شما تلاشی نمیکنه هر قبر میفروشه میشوره 50 روپیه 30 روپیه 40 روپیه میستونه میگه کی پولا کجا بردی ما کورس مقتال از 50 روپیه دیده اینه که شما بچه خو خبر ندارین حالا کم دیگه نبینین خودی برا خو انا به شما اختار دادم اونم هیچ نگفتم بریو دفعه دیگه مگرم بگو از ما شما خراب میشه گلم نکن اگه من دیگه برو تو خود به چه خوب بدیدم با خود من میفهم با اون دیگه گپ و مفت بزنیم